من دختر خونه بودم، ازدواج کردم، رفتم با همسرم همخونه شدم. و بعد وقتی از اون خفقان بیرون اومدم، از خفقان زندگی مشترک بیرون اومدم، دنیا مال من بود. تنهایی زندگی کردن رو خیلی دوست داشتم. اومدم لندن، خونه گرفتم، میرفتم میمدم، برای خودم آشپزی میکردم، لباس میخریدم، تو خونه تنها میرقصیدم. ولی تمام اینها یک دورانی داشت. بعد از یک دورانی، امروز که 4 سال ازش گذشته، بعضی وقتا عطرا که از کار میرم خونه، کلیدو که میندازم تو در، خونه تاریکه، نه صدایی میاد نه چراغی روشنه. و بعد من با خودم فکر میکنم که تا کی، تا کجا، تا کی قراره من در رو بندازم و هیچ چیزی، هیچ صدای جنبنده ای تو اتاق نباشه. یه وقتی میری مسافرت برمیگردی، یهو میبینی 5-6 روز نیستی، ولی هیچ چیزی تو اون خونه تغییر نکرده. و اگه توی این 5-6 روز تو بلایی سرت اومده بود، باز هم هیچکس خبردار نمیشد. به هر حال من موافق تنهایی زندگی کردن نیستم و فکر میکنم برای یه مدت کوتاهی که آدم استقلالش رو به دست بیاره و بدونه که میتونه مهمه، ولی برای بلند مدت من فکر میکنم ضربه های غیر قابل بازگشت، غیر قابل جبرانی به روان آدم. من خیلی موافقم.